جان خیر بکنی خیرتا قبول کنه پروردگار همین تاجیکا را ساق آمده سلامت ببره الله اکبر آمین الله اکبر امام مادرم همین جان الحمدلله این الحمدلله رب العالمین امروز 27 روزگی رمضان رفته خواستیم که انشاءالله زیاده $200 با دستگیری کنیم انشاءالله دعا کنیم این برادر که خیر کرده است خداوند خیرش قبول کنه این برادران در خدمت هستند در حق دعا کنیم انشاءالله همه در خدمت الحمدلله فقط با دعا باشید الله مهربان روزه های ما و شما را به درگاهش قبول کنه و اون برادرایی که چه خیراتی کردن خداوند همه خیراتشون در نام اعمالشون نوشته بگردونه و الله مهربان تا رمضان دیگر ما و شما را ساق و سلامت با ایمان برسانه در حق بندان با دعا باشید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و علی آله و اصحابه اجمعین یاران عزیز امروز الحمدلله به خاطر الله 27 روز رمضان است و امروز حتی شب قدر هم بگیم اکثریت مردم شب قدر رو میکنن ان شاء الله باذن الله تعالی خاطر یک صد اولیاء الحمد به خاطر الله دستگیرشون کنیم خواستیم حدیث پیغمبر خدا که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرماید که الصدقه تطفئ البلاء كما يطفئ الماء النار صدقه بلا را دور میکند یعنی که صدقه ای کسی که در کار و در زندگی پرابلم داره پس صدقات بکن الله سبحانه و تعالی دور میکنه پرابلم های تو رو همچنان که آب آتش رو خاموش میکنن برای جوانان عزیز صدقه حرکتی که صدقات میکنن الله میبون از او در حیات در زندگی در کارش و پرابلم ها رو دور میکنه مادامی که در حیات در زندگی پرابلم داره پس دست به خیر بکنه ان شاء الله خداوند او رو دور میکنه دعا میکنیم که الله مهربان صدقات این برادر قبول بکنه در نامه اعمالش نوشته بگردونه و خداوند اون برادرهایی که در هر کجایی که خیر کردن اونها همه خیراشون به درگاهش قبول فرماید باز خداوند دعا میکنیم که این درد بابار از سر عالم دور بگرداند واقعا در حق بندم دعا باشید السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته این الحمدلله دیگه ماشین رو جوی میکنیم یا برادر همه جان الحمدلله خدمتم خداوند برادر خیرش قبول کنه وی که ماشینا وی که دعا میکنه این الحمدلله دیگه ماشین این الحمدلله برادر دعا کنیم این برادر الحمدلله این الحمدلله طرفی با دیگه جا اومده گه ان شاء الله یا ساعت دیگهش مونده که زمین قوری صاحب هم اینجا قوری صاحب هم خدمت ان شاء الله در روی الله مونده با ماشینش خدمت میکنه ان شاء الله همینجا برادرم داخل باید دعا کنه خود ان شاء الله خیر کنه ان شاء الله همینجا ان شاء الله تشکر ان شاء الله دعا میکنیم جزاک الله خیر این الحمدلله برادر جان امروز هم بخاطر الله امروز دویم روزی چیمون الحمدلله اینجا شوگیدا کار کردن الحمدلله باذن الله تعالی نه پاکت الحمدلله همه الحمدلله اینجا برادر هم در خدمت هستن الحمدلله خدا برکتشون ده شما هم دعاگو باشه ان شاء الله برادرها حداقل دعا کنید در حق این برادرایی که خیر میکنن خدا خیراشون به درگاه خودش قبول کنه الحمدلله رب العالمین الله مهربان ما و شما توفیق انصاف و برکت بده عزیز اقربه که اجر در هزار ای اقربه که اجر در هزار ای کسی اگر بتونه که همت خودش رو بگذارد و اجر و ثواب پس دست به نیازمندان میگیرم اگر میخوای که الله سبحانه و تعالی مال زیاد کنه اگر میخوای که الله مهربان در امر در کار برکت بده اما حضرت پیغمبر خدا میگه که والذی نفس محمد بیده قسم به او ذاتی که جان محمد در دست اوست ما نقصت من صدقه المال امه مال امت ما از صدقات کم نمیشه پیغمبر خدا میگه برای سبب جوان مرد از خیر کردن نترس از خیر کردن ان شاء الله الله مهربان والله یضاعف لمن یشاء الله مهربان مال و اموال ان شاء الله زیاده میکنه یعنی الذين ينفقون اموالهم في السراء والضراء وقتی که مسلمان که صدقات خود را مال و اموال خود را در راه دین و در راه در نیازمندان خیر سخاوت میکنن الله مهربان الحمدلله برادر الحمدلله خدمت ان شاء الله ما الحمدلله گرفتیم برادر الحمدلله ان شاء الله هم در خدمت شما فقط با دعا باشه خداوند
خیر کرده که این برادر پدرگاهش قبول کنه و خداوند در نامه اعمالش نوشته بگردونه و خداوند دیگر انسان هایی که دارن قدر توانایی که دست بر نیازمندان بگیرن خداوند اونها را قلبشون نرم کنه که دست نیازمندان را بگیرن. باقی برادرایی که ما را میبینید میشنوید و در حق ما دعا باشید. خداوند همه ما و شما برکت توفیق ایمان بده. خداوند از دم ما و شما نگهبان باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دعا کنید خداوند خیری برادر کلاگیره پدرگاهش قبول کنه در نام اعمالش خداوند نوشته بگردونه. السلام علیکم و رحمت الله. این برادران ان شاء الله باذن الله تعالی دیگه گذر مسیح پر کیسه الحمدلله. برادران الحمدلله دیگه مسیح برادران کیسه ان شاء الله. الحمدلله هم دعوای اینا پیازمون سبزیمون الحمدلله این روز اگر این روز $500 باید میکنیم ان شاء الله با پیغام $500 ان شاء الله باید میکنیم. بسم الله الحمد لله رب العالمین. این الحمدلله اینجا اپا و خارو همش میرم باید کدیگم زیاده از الحمدلله امروز $500 باید میکنیم ان شاء الله. این کارشکا پیازم ما تیورم الحمدلله بودو کنیم خداوند خیر این برادر را قبول کنه. الله مهربان در این دهه آخر در نام اعمالش اجر ثواب خدا نوشته بگردونه. نوع الحمدلله چیزا هم ماشه الحمدلله. بسم الله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرایی که بسیار فکر بیزه میکنه میگه ای رکلام میکنن خیرات نمیکنن دروغ اینه برادرها بچه‌تون. اگر ما در شما دروغ بگیم الله خود شاهد ان شاء الله. خداوند هر کسی که همت چه میگذاره در این خیرات خداوند اجر ثواب در نام اعمالش نوشته بگردونه. این الحمدلله رب العالمین. این برادرها الحمدلله کار کردن. الله راضی باشه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همینجا در خدمت مردم نیازمنده امید جان برادر ان شاء الله بعدتر صحبت میکنیم. خداوند نگهبان تو موشه. بسم الله الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید المرسلین و علی آله و اصحابه اجمعین. با کمک با خواست الله این الحمد دستگیری در مردم هستیم. خداوند این بلا را از سر عالم دور بگردانه و خداوند ان شاء الله این کسایی که داره الله خیر میکنن خداوند یکشون 10 میگردونه. زیرا که الله خودش میگه یا ابن آدم انفق علیه. ای فرزند آدم تو که خیر بکن تو که صدقات که الله میگه من مال زیاد میکنم. برای این برادر این الحمدلله خداوند یکی ما و شما نگهبان باشه الحمدلله. برای این برادر جان شما هم به حق ما با دعا باشه برادر امید جان. الله برکتتون تیا. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینجا الحمدلله ما در خدمت برادرها هستیم. خداوند باقی همه ما نگهبان. برادر امید جان الحمدلله $120 الحمدلله وای کردیم تصمیم گرفتیم الحمدلله از سیتش اومدم الحمدلله. این با اومدیسن الحمدلله همش اومدیسن الحمدلله تقسیم رفتیس الحمدلله. بسم الله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرایی که بسیار فکر بیزه میکنه میگه ای رکلام میکنن خیرات نمیکنن دروغ اینه برادرها بچه‌تون. اگر ما در شما دروغ بگیم الله خود شاهد ان شاء الله. خداوند هر کسی که همت چه میگذاره در این خیرات خداوند اجر ثواب در نام اعمالش نوشته بگردونه. این الحمدلله رب العالمین. این برادرها الحمدلله کار کردن. الله راضی باشه. نوع الحمدلله چیزا هم ماشه الحمدلله. الحمدلله